سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی است که از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز جمعه 12 فوریه. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه روز. وزیر تندرستی میگوید در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. آیا با اصرار وزیر شبهه ها از بین می رود؟ امروزها تمام مراجعاتی که در اتاق‌های رنگین در کابینت‌های کیته می‌شوند یگان حالت تصدیق‌یابی بیماری نیست. در دوشنبه بعدی صدمه‌ای که باعث هلاکت 3 نفر شد، مایور میلیسا بازداشت شده است. حکومت چین پخش برنامه‌های بخش جهانی تلویزیون BBC را در قلمروش منع کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه با تاکید گفت که در تاجیکستان دوام 1 ماه و 2 هفته اخیر هیچ یک حالت گرفتاری اهالی با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. جمال الدین عبدالله‌زاده گفت دلیل این حرف‌های مقامات نتیجه‌های منفی تست در آزمایشگاه‌ها و هم سنجش رنتگن. تمام مراجعاتی که در اتاق‌های رنگین در کابینت‌های کیته می‌شوند یگان حالت تصدیق‌یابی بیماری نیست. این یک طرف، این دو طرف کار. سیم شهروندانی که امروز از جمهوری یعنی به دیگر دولت‌ها سفر میکنند در وقت سپردن تست‌ها یگان پیام‌ها مثبت نمی‌براید. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان از آغاز اعتراف سرایت ساکنان به کرونا ویروس بیش از 13,000 حالت گرفتاری به این بیماری و 90 حالت مرگ انسان‌ها بر اثر کووید 19 به قید گرفته شده است. کارشناسان مستقل به آمار رسمی با چشم شبهه می‌نگرند و میگویند شمار گرفتاران و قربانیان از بیماری همهگیری کووید 19 میتواند به مراتب از آمار رسمی بیشتر باشد. تفصیلات این خبر در سامانه azadi.org دسترس است. شب گذشته در نتیجه برخورد 2 ماشین در شهر دوشنبه 3 نفر مسافران جوان یکی از ماشین ها به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخله رخ دادن این صدمه را در دوشنبه تصدیق کرد. راننده ماشین تویوتا که گفته می شود خود مایور میلیسا است، سرعت را بلند کرده به سمت مقابل راه می براید و به ماشین آپل بر می خورد. در نتیجه 3 مسافر آپل به هلاکت رسیدند. صدمه های نقلیاتی در راه های تاجیکستان به خصوص با اشتراک مقامداران یا فرزندان آنها باعث با وجود آمدن سر و صداها می شود. تفصیلات در گزارش همکارانم شهلا عبداللهیوه و علیشیر ظریفی. صدمه مرگبار نقلیاتی با شرکت یک مقامدار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همین قطعه راه رخ داده است. هرچند جای حادثه را توضیح کردند اما آثار این صدمه هنوز هم نمایان است. در چند متر دورتر از این مکان ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی حرکت ماشین ها را نظارت میکنند و از تفصیلات این حادثه خودداری کردند. ولی بعضی از شاهدان حادثه گفتند شب وقتی که به اینجا آمدند مسافران ماشین ها را از داخلشان میبرآوردند. شب 11 فوریه در نزدیکی کارخانه سمنت دوشنبه ماشین تویوتا اولون که سلطانجان سلطانوف سردار شعبه کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب سوار آن بوده است با ماشین آپل برخورده است. در این صدمه راننده و 2 مسافر ماشین آپل به هلاکت رسیده، 1 نفر دیگر در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه رسمی گفت مایور میلیسا سلطانجان سلطانوف بازداشت شده، مقامات دادستانی نسبت او با ماده 212 کودکس جنایی پرونده گشوده است. صدمه های نقلیاتی با اشتراک مقامداران یا فرزندان آنها در گذشته نیز بارها رخ داده است. ماه اکتبر سال گذشته بهرام عظمتوف مسئول بخش تقسیم رقم‌های دولتی برای واسطه‌های نقلیات در ولایت سوخت که در یک صدمه مرگبار گناهکار دانسته میشد از مقامش برکنار شد. در صدمه دیگر نقلیاتی با شرکت اسلام انورزاده معاون پیشین دادستانی ناحیه فردوسی آوازخوان شناخته بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. سال گذشته بر اثر 1109 صدمه نقلیاتی 376 شهروند به هلاکت رسیدند. از جمله میان فوتیدگان 77 نابالغ بوده است. همچنین 1263 نفر در صدمه‌های نقلیاتی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. در میان معمول‌ترین قانونشکنی‌ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی و نداشتن حجت رانندگی نامبر می‌شوند.
هفته روان 3 نفر پی هم به کرسی میری شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان نشستند. میری نخستین با اشاره به وضع سلامتی برکنار شد. دومی کمتر از 1 روز شهرداری کرد، چون در گذشته او زنی آبستن را لطوکوب کرده بود و حالا برای این عملش جوابگر شد. و میری آخرانه که هم حالا در کرسی نشسته است معلوم می شود با شهرداری مشکل دارد. تفصیلات در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. در 3 روز هفته روان پایتخت قرقیزستان 3 شهردار را عوض کرد. بالباک طولابویف در این وظیفه چند ماه کار کرده، با سبب وضع سلامتیش از کار رفت. ارمیک نورغازیف که او را عوض کرد در کرسی شهرداری کمتر از 1 روز نشست. تصمیم برکناری نورغازیف به طور فوری و در پس منظر ناراضگی ساکنان گرفته شد. 1 سال قبل وقتی نورغازیف صاحب کار بود، یک زن حامله‌دار را میزند و او طفلی در بطن داشتهش را از دست میدهد. نواری لطوکوبی زن و واکنش های در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت و شهردار مجبور شد که با کرسیش وداع کند. صبح دیروز معلوم شد که مقامدار جنجال برانگیز را در وظیفه شهرداری سابق رئیس ولایت چوی عوض کرد. بختیبک خدای برگانوف به فرق از همتای قبلیش به این مقام بدون یگان سر و صدای علاوگی آمد. یگانه کاری که شهرداری تازه تعیین انجام داد در شبکه‌های اجتماعی به ساکنان مراجعت نمود. او وعده داد که با مقابل کرونا ویروس در پایتخت مبارزه میبرد، تکنولوژی‌های نو را جاری میکند و نقلات جمعیتی را با سوزشواری از جهت اکولوژی بی‌ضرر تأمین مینماید. در عین زمان جهش کادری در شهرداری بیشکک حتی پارلمان جمهوری را به خشم آورد. یکی از وکیلان تعیینات اخیر به کرسی شهردار غیر قانونی دانست. طبق قانون بعد از استعفای شهردار اجرای وظیفه‌های او به دوش معاون اولش واگذار می شود. اگر جانشین اول نباشد پس معاون شهرداری بعدی به طور موقتی این وظیفه را انجام می دهد. به نخست وزیر لازم نیست که هر روز کسی را تعیین کند. در همین حال میر نو شهر را مخالفانش در نزد بینای شهرداری با اعتراض پیشواز گرفتند. باید یک شهردار ارزنده را انتخاب کرد، نه این مسخره بازها را که امروز هستند و فردا نه. شهردار 58 سال است، من باشم 63 سال دارم و میفهمم که در این سن و سال شخص باید به نفقه برود. باید جوانان کار کنند. همزمان اعتراضگران درباره جنجال کهنه با اشتراک میرینو یادآور شدند. خانواده رئیس شهر یک قسم زمین کسی دیگر را غصب کرده خانه ساخته است. تمام این مدت در بحث با خدای برگانم شهرداری نیز شرکت داشته است. حالا برمیاد که شهرداری رهبری خود را به دادگاه میکشد. تشکر از همکارمان میرزانبی خالقزاد و بیننده ارجمند. برنامه را با خبری از تحولات چین ادامه میدهیم. حکومت چین پخش برنامه‌های بخش جهانی تلویزیون BBC را در قلمروش منع کرد. تلویزیون BBC در چین تاکنون هم تنها در مهمانخانه‌ها، مرکزهای سکونت خارجیان و حلقه‌های تجاری نمایش داده می‌شد. قبل از این بریتانیای کبیر نیز پخش برنامه‌های تلویزیونی دولتی چین را در حدود خود منع کرده بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخوجه. سر از 12 فوریه چین پخش برنامه‌های کانال خبری تلویزیونی BBC را متوقف کرد. یک هفته پیش مقامات مربوطه بریتانیا پخش برنامه‌های CGTN و تلویزیون دولتی چین را در قلمرو این کشور منع کرده بود. ماموران تلویزیون دولتی چین میگویند تحقیق آنها ثابت نمود که برنامه‌های تلویزیونی BBC World News یا خود اخبار جهانی تلویزیون بریتانیا و منفعت‌های ملی چین لطمه میزند. آنها افزودند که سال روان عریضه تقدیم مجوز نو برای پخش برنامه‌های این شبکه ارزیابی نمی‌شود. رهبران شبکه BBC ابراز داشتند که از این اقدام نومید شدند. به گفته آنها برنامه‌های BBC بی‌طرف و عادلانه میباشند. وزیر امور خارجه بریتانیا دامینیک راب اقدام چین را کشیدن پرده روی آزادی بیان دانست که قابل قبول نیست. در نشست مطبوعاتی دپارتمنت دولتی آمریکا سخنگوی نید پرایس اقدام چین را چنین توضیح داد. باعث نگرانی است که چین به کار آزادی وسیله و پلتفرم‌ها در قلمروش مانع می‌گذارد، ولی رهبران پکین فضای آزادی رسانه‌ها را برای پخش اطلاع بی‌پایه استفاده می‌برند. هفته گذشته بریتانیا مجوز پخش برنامه‌های تلویزیونی دولتی چین را منع کرد، زیرا صاحب آن شرکت ستار میدیا چین بوده است. چین این اقدام را همچون عمل سیاسی تنقید کرده وعده داده بود که
چاره‌های مناسب جوابی می‌اندیشد. چرا تاجیکان در روسیه یکدیگر را فریب می‌دهند؟ با همین سوال مهاجران فریب خورده تقریبا هر روز به رادیو آزادی مراجعت می‌کنند. شکایت‌ها بیشتر از میانه‌روهای تاجیک است که مهاجران را با وعده کار و مزد زیاد به روسیه می‌برند و بعداً دست خالی می‌گذارند. این موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاد در نشر نوی برنامه گپ آزاد با مهمانان مطرح کرد و حالا فیشورده آن را با هم می‌بینیم. چرا سبب چی است؟ چرا این از کجا این ناباوری حاصل شده است؟ از کجا؟ با مردم خودمون باور نمیکنند. درست است. ببینید جناب امینوف، اینکه بختاور جمعیف گفتن که مردم یعنی شهروندان تاجیکستان باور ندارن یعنی با کنسولگری ها و جمعیت ها دیاسپورا ها، نظر شما چی است؟ شما به این حرفای جمعیف راضی هستید؟ من در بسیاری گفته‌ها راضی نیستم، چون که اگر ارگانیزات باوری نداشته باشد بی باوری زندگی کردن مشکل است. بیننده ارجمند، شکل کامل این برنامه گپ آزاد را صبح فردا 13 فوریه در سامانه رادیو آزادی و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان مقامات از بروش غیرقانونی جنگل نگرانند. آژانسی جنگل در تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته صدها مورد بریدن درختان جنگل را آشکار کرده ساکنان را جریمه بسته است. ساکنان میگویند بنابر سردی زمستان و قطع شدن نیروی برق آنها مجبورند برای گرم کردن خانه‌هایشان هیزم پیدا کنند. کارشناسان محیط زیست میگویند محوشوی جنگل ها عاقبت‌های ناگوار دارد، از جمله به بیابانشوی زمین ها و به هوا خیستن چنگ و غبار باعث می شود. شهلا عبدالله و موضوع را ادامه می دهد. آژانسی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان در یک سال بیش از 1600 حالت نقض قانون در این ساحه را آشکار کرده است که نزدیک 50% به بریش غیر قانونی درختان راست می‌آید. ساکنان در بعضی از محله‌های تاجیکستان گفتند سردی زمستان و قطع نیروی برق آنها را مجبور ساخته است برای جمع‌آوری هیزم دست به بریش درخت زنند. نابودسازی درختان به خاطر سوزشواری بارها از زبان مقامات صدا داده است، ولی این مشکل تا هنوز حل خود را نیافته است. از مقدار عمومی قانون ویرانکنی‌ها آشکار گردیده 793 عدد و مبلغ 339,800 سومانی و بروش غیر قانونی 276 عدد و مبلغ 171,000 و چارونی خودسرانه 238 عدد و مبلغ 63,600 و جمع‌آوری خودسرانه گیاهی خوردنی باب و شفا بخش و 164 عدد و مبلغ 32,400 سومانی و دیگر نمودی قانون ویرانکنی‌های جنگل راست می‌آید. مقامات میگویند برای پیشگیری از بریش درخت در برابر چاره‌های مأموری میان ساکنان کارهای فهماندهی نیز میگذرانند. نوبسته از پیشبرد کارهای فهماندهی و متاسفانه این حالت‌ها جای دارند. 793 حالت معین کرده شد نسبت به سال گذشته که 820 عدد بودند، 27 حالت کم با قید گرفته شده. هرچند نمایندگان آژانسی جنگل میگویند نظارت را شدید نمودند، ولی ساکنان در گذشته بارها به رادیو آزادی گفته بودند که در دهات هیزم از منبع‌های اساسی سوزشواری است که گرمی منزل و پختن خوراک را از این راه تأمین می‌کنند. در تاجیکستان حالا بیش از 1,300,000 گکتار جنگل باقی مانده است و مقامات میگویند برای برقرارسازی جنگلزارها و جلوگیری از نیست‌شوی آن بی‌طرف نیستند. و بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوش داشته باشید تا برنامه های بعدی. خدا نگهداری هر یک شما.